اما مسئله بعد نماز خفتن تا نماز ویتر نماز گذاشتن و ثوابش رو به حضرت عایشه بخشیدن هم اینم بدعت است. این خیلی کار نیست. خواهید که حضرت همراهی حضرت عایشه باشید، مثل حضرت عایشه حلال و پاک، مثل حضرت عایشه فقیهه و عالمه به این دین مقدس اسلام عمل کنید، ان شاء الله المرء مع من احب. در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم که انسان روز قیامت همراهی دوست داشته اش می شود. کسی که حضرت عایشه را دوست دارد روز قیامت ان شاء الله حضرت عایشه بیدار میشه. حضرت انس گفتن که وقتی که همین حدیث را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ما خیلی خرسند شدیم، چون که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم، حضرت ابوبکر را دوست می‌داریم، حضرت عمر را دوست می‌داریم، اگرچه مثل اونها عمل کرده نتونیم هم، لیکن روز قیامت همراهی آنها میشیم، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم که المرء مع من احب یوم القیامه، انسان روز قیامت همراهی دوست داشته‌اش